به نام خدا. سلام، یوسف امامی هستم، مدرس زبان انگلیسی و مدیر و مؤسس سایت imaminglish.com. در خدمتتون هستم با درس اول، سطح اول از دوره مبتدی گرامر مکالمه محور. در این درس میخوام راجع به ضمایر فاعلی صحبت کنم. ضمایر فاعلی در فارسی و انگلیسی اینا هن: I, you, he, she, it, we, you و they. I به معنی منه، you به معنی توه، he و she هر دو به معنی او هستند، با این تفاوت که he برای جنس مذکر به کار میره ولی she برای جنس مؤنث. it به معنی اونه که برای اشیا و حیوانات مورد استفاده قرار میگیره. we به معنی ماست، you به معنی شما و they به معنی اونا. این ضمایر رو بعد از من تکرار کنید. I, you, he, she, it, we, you, they. دقت کنید که در she sh صدای ش میده و در they th صدای ذ میده. باز دقت کنید که باید با تمرین و تکرار دیکته معنی و تلفظ این کلمات رو خوب یاد بگیرید. سلاید بعد. در این سلاید میخوام چند تا مصدر رو تحت عنوان جدول شماره 2 خدمتتون معرفی کنم. این مصدرها رو بعد از من تکرار کنید. To go, to go, to come, to come, to run, to run, to rest, to rest, to study, to study, to teach, to teach. To go به معنی رفتنه، to come به معنی اومدن، to run به معنی دویدن، to rest به معنی استراحت کردن، to study به معنی درس خوندن و to teach به معنی درس دادنه. دقت کنید که در مورد دوم یعنی to come به معنی اومدن حرف ای آخر ساکنه، یعنی نوشته میشه ولی خونده، تلفظ یا ادا نمیشه. همچنین دقت کنید که در مورد آخر یعنی to teach ترکیب ch صدای چه میده. باز تاکید میکنم که باید با تمرین و تکرار دیکته معنی و تلفظ تمامی کلمات رو خوب یاد بگیرید. سلاید بعد. اگر از مصدر انگلیسی تو رو حذف کنیم فعل خواهیم داشت. به این جدول دقت کنید. همونطور که میبینید to go مصدره ولی go فعله. to come مصدره ولی come فعله. to run مصدره ولی run فعله و همینطور to rest، to study و to teach مصدر هستند ولی rest، study و teach فعل هستند. سلاید بعد. در این سلاید میخوام درباره نحوه ساخت جملات انگلیسی صحبت کنم. ترجمه کنید. من میروم. دقت کنید که به هنگام ترجمه از فارسی به انگلیسی اول از کلمات جدول 1 استفاده میکنیم و سپس از کلمات جدول شماره 2. بله، I go. به هنگام ترجمه باید به چند تا نکته مهم دقت کنید. نکته اول این که اولین حرف اولین کلمه جمله باید بزرگ باشه، نه کوچیک. نکته دوم این که
به هنگام نوشتن یا تایپ باید فاصله کلمات رو رعایت کنید. و نکته سوم این که باز هم به هنگام نوشتن یا تایپ انتهای جمله باید نقطه بگذارید. با ترجمه کنید. تو می آیی. بله you come. این جمله رو هم ترجمه کنید. ما می دویم. بله we run. بریم سراغ اسلاید آخر. ترجمه کنید. شما استراحت می کنید. بله you rest. با ترجمه کنید. اونا درس می خونن. بله they study. جمله آخر رو هم ترجمه کنید. من درس میدم. بله I teach. بسیار خب، خود و قوت میگم و از شما دعوت میکنم که پس از تسلط کامل بر این درس برید سراغ تمرین شفاهی مربوط به این درس. تا درودی دیگر، بدرود.